با یکی شما درود همدیارانی عزیز و ارجمند. بها دادن یک نفر یک شخص با عمل و رفتارهایش کاری ساده و آسان نیست. ما نمیتوانیم یک نفر را کاملا با بد بودن و اینکه کاملا با خوب بودن بها دهیم. جوانی به تماشای باغ حیوانات می رود و از پنجره های گوناگون که در آن حیوانات نگاهداری میشد دیدن میکند. در یک گوشه شیر بود، در یک گوشه پلنگ، در یک گوشه دیگر گرگ و شغال و روباه، در یک گوشه حیوانات دیگر و در یک گوشه دیگر باشد مارهای گوناگون، در یک گوشه پرنده های گوناگون و همین گونه او از انواع زیاد حیوانات که در آن باغ نگاهداری میشد دیدن میکند. نخست او از کنار یک پنجره میگذرد و چشمش میافتد که در آنجا گورخر یا که به اصطلاح زیوبرا نگاهداری میشد و رنگ بدنی زیوبرا جوان را خیلی هم در تعجب میاندازد و نزد قفس میرود و میپرسد: آقای گورخر، لطفاً بگویید که رنگ اصلی بدن شما سیاه است و در آن این گونه خطهای سفید است و که رنگ اصلی بدن شما سفید است و در آن این گونه خطهای سیاه است. و گورخر هم در جواب به این سوال پاسخ عجیبی میدهد که فکر میکنم خیلی جالب است. گورخر باشد میگه: جوانی خوب، جوانی زیبا، تو انسانی خوبی هستی و گاه گاه کارهای بد میکنی و یا اینکه انسانی بدی هستی و گاه گاه کارهای خوب میکنی؟